جوگی که برای اولین بار تذکره تابعیت گرفت، پاسپورت و ویزه سفر به دست آورد، بیرون از افغانستان رفت و هنرمند پنجتلایی مردم شد. حاجی رنگین 44 سال قبل در یک خانواده جوگی در ولایت سرپل تولد گردید. او از 9 سالگی دنبوره در دست دارد و هزاران نغمه را نواخته است. او حالا به نام حاجی رنگین پنجتلایی شناخته می شود، زیرا نغمه نبوده که نتواند بنوازد و نغمه وجود ندارد که ننواخته باشد. عمر دنبوره‌ای که در دست دارد فقط 9 سال کمتر از سن سال خودش است، یعنی 35 سال می شود که با این دنبوره می نوازد و محافل مردم را هیجان می بخشد. من خود بچه بودیم و آقایم دمه یک دنبوره گرفته داده، این ایقه بوده همه بودیم، همه دنبوره را کش کرده می گشتیم. باز بالاخره که یک سن 12-13 ساله شدم، من به دنبوره را یاد گرفتم. همه سن 12-13 سالگی را پرچم. دنبوره نوازی اکثرا در محافل ثروتمندان، قماندانان رونق بیشتر داشته و دارد و از زمانهای گذشته دور و نزدیک حاجی رنگین پولهای زیاد را از طریق نواختن این دنبوره به دست آورده است. کسی نمیگوییم که دمه تو مثال اگر $400 بده یا $500 بده، اگر هر کسی که هر چیزی داد همه جیب میزنیم، اگر ما کسی نمیگوییم که ایقه بده یا اوقه بده. مقصد میته یک 5,000 6,000 7,000 میته. دنبوره در دست حاجی رنگین صدای صاف و رسایی دارد. او به تازگی آهنگی از جاوید امرخیل را می نوازد که گوش هر شنونده را می تواند به خود جذب کند. موضوع جالب دیگر این است که حاجی رنگین پنجتلایی پول خریداری حولی و خانه مفشن را دارد، اما همانند یک جوگی در یکی از خانه های ویرانه زندگی می کند. این خانه ای را که شما حاجی و دوستانش را در آن می بینید خانه حاجی رنگین است. اما چرا او این گونه زندگی دارد و چرا خانه بزرگ
نمیخرد. همین آشنا هست، رفیق هست، دمه میگو که آجی صاحب من بیاد در تو یک زمین میتیم خودت کردم بچه های تولی جور که بشه یا یکان حوله را میتم بشه. گفته باز من میگم که اگر یک مد تنها دیگه حوله ششتن چه فایده میکنه. اگر یکان برادر میروان پیدا شد که یک 40 خانه 50 خانه یا 60 خانه یک زمینه یک بیته که میکده همه 4 خانه قوم خود برم همونجا این همه رقم قریبانه جور کنم بشه. یک تنها معیشونش کدم بچه درد میکنه. یعنی من از خاطر همه گفت خدا ورست همه آشناییم است که اولی را تو میگو یک زمینش همه تو میگو من نمیگیرم. میگو من میکده 4 خانه قوم خود باشه. این حال همینو سرش گل نداره. پلاستیک پرتافتیم در همه رقم مکده قوما یک جای میشه. حاجی رنگین پنج طلایی زمانی که آهنگ از جاوید امرخیل را نواخت گفت دل شفیقی مرید را هم نمی شکند و یک آهنگ او را نیز برایتان می نوازم. حاجی رنگین دل به دریا زده است و دوبار ازدواج کرده. شکر نو بچه دارم 8 دختر 2 فامیل. من 3 بچه هایم است یعنی برادرزاده هایم است جمله 34 نفر 35 نفر. یعنی اول خدا میاریم در اینا مقصد نان و یکی از پسران حاجی رنگین نیز پیشه پدر را گرفته و او نیز دنبوره می نوازد. نامش نظام است و نظام دنبوره را نزد پدرش آموزش دیده است. او میگوید که یاد گرفتن دنبوره نزد استاد آن هم که پدر باشد دشوارتر است. بازی پدر آدم است، آدم باز شرمش بیاره. نو برادران هستیم به خاطر خلقش یک آدم برادر. اکنون بهار آمده است و کم کم طبیعت زنده می شود. یکی از آهنگ هایی که در رابطه به بهار است بیا که بریم به مزار می باشد.
حاجی رنگین پنجتالایی این آهنگ را نیز به زیبایی آن نواخته است که تقدیم شما میکنیم. دنبوره را نباید تنها به کاسه، گوشک ها و دوتارش خلاصه کرد، بلکه ارزش این آله موسیقی وطنی متفاوت و گاهی بالاتر از اندازه است که ما حدس میزنیم. دنبورهایی که نو برآمد است موزیق خوبش نمیخوانه. فرمایش دیدم سمنگا به نام استانوی میگه که است، یعنی دم 32 سال شده است، یعنی 5